به نام خدای بزرگ و مهربان شروع میکنیم به خیر درس 17. دوستان عزیز، امیدوار هستم جور و سلامت باشین. لطفاً باز هم یک پیامک کوتاه مرا در نظر داشته باشین، خصوصا به شاگردای عزیزی که در دوره ابتدایی قرار دارن و نوآموز هستند. بنان بر از اونا زیادتر حرف من مقابل است. شاگردای عزیز لطفاً در مکتب از پرسیدن سوال از معلم صاحب به اصطلاح خجالت نکشین. بسیار آزادانه، بسیار با گپ بسیار خوب، با زبان بسیار خوب سوالتان از استاد پرسان کنین و استادها همیشه مهربان هستند، خوش میشن. هیچ وقت احساس خجالتی در مورد پرسیدن سوال مربوط به درس از استادتان خجالت نکشین، بپرسین. یقینا هر چقدر پرسان بکنین به همون اندازه زیاد یاد میگیرین. این پیام امروز ما بود. با می امیدواری درس 17 خود در بخش حساب براتان آغاز میکنیم. در درس 17 میخوایم که دریافت جزء مجهول در یک تناسب براتان کار کنم. دریافت جزء مجهول در یک تناسب. اگر در یک تناسب یک جزء نامعلوم باشه و 3 جزء دیگه معلوم باشه، میتونیم جزء مجهول از 3 جزء معلوم به شکل زائد دریافت کنیم. مثلا امون تناسب کمی اول خود در نظر میگیریم. 3 بر 5 مساوی به 6 بر 10. هزار مثال دیگه گفته میتونیم. ما به خاطر که خوب تحقیق کنیم یک مثال قایم گرفتیم. اگر جزء اول تناسب نامعلوم باشه، یعنی 3 نباشه، x بر 5. x چی؟ یعنی امون جزء که معلوم نیست میخوایم امون رو پیدا کنیم، نام از اون x ماندیم. x نه وای هر نام دیگه که بانین مشکل نداره، میخوایم که همین جزء مجهول پیدا کنیم. در این صورت چی کار میکنیم؟ این جزء اول تناسب نامعلوم است. در این صورت x مساوی است با این. اما طور یک خط بر بکشیم. مقابل از این x در مخرج چند قرار داره؟ 10. این را در مخرج نشته کنین و بالمقابل 5 و 6. 5 ضرب 6 در صورت نشته کنین، میشه 5 6 30 تقسیم بر 10. صفر قابلیت اختصار، یعنی به 10 اختصار کردیم، 1 در 10 3 در 30. نتیجه مساوی به 3 شد. ببینین پیدا شد این جزء. اگر جزء اول نامعلوم نه بلکه جزء دوم ما نامعلوم باشه، یعنی مخرج 5 نامعلوم باشه، جزء دوم 3 بر 5 نباشه، x مساوی است به 6 بر 10. چطور میتونیم امی جزء نامعلومه پیدا بکنیم؟ در این صورت باز هم عین گپ است. در این صورت x مساوی میشه به اما طور خط بر مقابل از این 6 در مخرج بالمقابل 3 ضرب 10 در صورت. در نتیجه 3 ضرب 10 نتیجه میشه 30 بر 6. 1 6 6 5 6 30. ببینید که من جزء دوم پیدا کردم 5. سوم، اگر جزء سوم ما نامعلوم باشه، یعنی 5 معلوم باشه اما بالمقابل جزء سوم یعنی 6 نامعلوم باشه، 3 بر 5 مساوی است به x بر 10. در این صورت باز هم میتونیم که ما امی جزء مجهول خود پیدا کنیم، طوری که x مساوی میشه به مقابل x چه قرار گرفت؟ 5. این را در مخرج نشته کنین. بالمقابل 3 ضرب 10 نتیجه 3 در 30 تقسیم بر 5. تقسیم بر 5. 1 5 5 6 5 30. نتیجه بازم مساوی به 6. خاصیت چهارم طوری که اگر جزء چهارم نامعلوم باشه، 3 بر 5 مساوی است به 6 بر 10 نباشه، x باشه. در این صورت بازم عین گپ است. x مساوی است به مقابل x 3 در مخرج بالمقابل 5 ضرب 6 در نتیجه مساوی است به 5 6 30. 5 6 30 تقسیم بر 3. 1 3 3 10 3 30 و بازم جزء چهارم پیدا کردیم 10. ببینین اگر موضوع بالای دریافت جزء مجهول در تناسب است،
اگر جزء اول نامعلوم باشه یا جزء دوم نامعلوم باشه یا جزء سوم نامعلوم باشه و یا جزء چهارم نامعلوم باشه، در تناسب کدام تغییر کلی رخ نمیشه. روش اینمی که مقابل سر چی بود در مخرج، مقابل سر چی بود در وسطین تناسب یا در طرفین تناسب در مخرج، بالمقابل در صورت، بالمقابل در صورت و بالمقابل در صورت نشته میکنیم. بعد از اختصار نتیجه نهایی را پیدا کرده میتونیم و جزء مجهول در تناسب براتان دریافت کرده میتونیم. لطفاً این را یک یادداشت کنین تا موضوع بعدی را خدمتتان بیان کنم. خب شاگردای عزیز، بعد از دریافت جزء مجهول در تناسب میخوایم که یک وسط اندسی را هم براتان تشریح بکنم. گرچه هم وسط حسابی هم وسط اندسی در بخش احتمالات نیز مطرح میشه، در بخش احصایه نیز مطرح میشه، اما در اینجا در مورد تناسب و نسبت صحبت میکنیم. یک بار هم لازم است که همون ترتیبی که وسط حسابی رو گفتیم حاصل جمع تقسیم تعدادشان وسط حسابی به دست میاد. وسط اندسی چی وقت تشکیل میشه؟ تعریف میکنیم اگر در یک تناسب که طرفین با هم مساوی و مجهول باشه، طرفین مساوی و مجهول باشه یا وسطین با هم مساوی و مجهول باشه، او را به نام وسط اندسی یاد میکنن که وسط اندسی را میتونیم از جذر حاصل ضرب اعداد معلوم پیدا بکنیم. یعنی به این معنا اگر داشته باشیم x بر b مساوی به c بر x طور که دو تا مساوی باشه، اینمی x به نام وسط اندسی یاد میکنن در تناسب که از جذر دوم حاصل ضرب اجزای معلوم دریافت میشه، b ضرب c. یا طرفین وسطین نامعلوم باشه با هم مساوی a بر x مساوی به x بر d. در این صورت وسطین تناسب مجهول و مساوی. در این صورت x مساوی به جذر حاصل ضرب اعداد معلوم a ضرب d. اینمی x به نام وسط اندسی در تناسب یاد میکنن. مثلا داشته باشیم x بر 4 مساوی به 25 بر x. اینمی x وسط اندسی است، طور دریافت میشه که x مساوی میشه به جذر حاصل ضرب اعداد معلوم 4 ضرب 25. در نتیجه x مساوی به 4 25 100 و جذر 100 مساوی به 10. یک کمک راضیه به جذر گفته بودم. اینمی x مساوی به 10 به نام وسط اندسی یاد میکنن. همچنان اگر طرفین نامعلوم باشه، مثلا بگیریم داشته باشیم 9 بر x مساوی به x بر 16. بازم اینمی x وسط اندسی است که همی x وسط اندسی از جذر حاصل ضرب اعداد معلوم، یعنی 9 ضرب مجبور هستم ضرب نقطه نشته کنم ضرب 16 های x مساوی به 9 6 54 حاصل بر 5 9 1 9 9 5 14 و جذر 144 مساوی به 12 است. اینمی x مساوی به 12 عبارت از وسط اندسی امی تناسب گفته میشه. در تناسب که طرفین با هم مساوی و مجهول یا وسطین با هم مساوی و مجهول باشه، اینمی را به نام وسط اندسی یاد میکنن که از جذر دوم حاصل ضرب اعداد معلوم قابل دریافت است. مثلا اینی مثال اول، اینی هم مثال دوم. با در نظر داشت از این میتونیم وسط اندسی را در تناسب پیدا بکنیم. لطفاً جانم میرم یادداشت کنین که ما برم بالای موضوع بعدی که عبارت از انواع تناسب است. انواع تناسب براتان تشریح کنم. خب دوستان نازنین، شاگردای مهربان، شروع میکنیم بخیر بالای انواع تناسب. به صورت عموم تناسب بر دو نوع است.
یکی تناسب مستقیم و یکی هم تناسب معکوس. میخوایم که این دوره براتان آیسته آیسته تشریح بکنم. اول تناسب مستقیم. کدام تناسب میگن؟ تناسب مستقیم. اول تناسب مستقیم از نظر انواع تناسب بر دو نوع است: تناسب مستقیم و تناسب معکوس. تناسب مستقیم به تناسب گفته میشه که اگر کمیت اول زیاد شود کمیت دوم نیز زیاد شود. اگر کمیت اول کم شود کمیت دوم نیز کم شود. این تناسب یک تناسب مستقیم گفته میشه. با افزایش یک کمیت کمیت دیگه هم زیاد شود. با کاهش کمیت اول کمیت دوم هم کم شود. این تناسب مستقیم گفته میشه. مثلا چطور میتونم یک تناسب مستقیم داشته باشم؟ مثلا قیمت 12 دانه قلم داریم، 12 دانه و پیسه شده پولش از نظر مقدار خود 180 روپیه. قیمت 60 دانه قلم چند خواهد شد؟ X. عبارت طوری که 12 دانه قلم به 180 افغانی میخریم، 60 دانه قلم به چند میخریم. این واقعا که تناسب مستقیم است. چرا؟ وقتی که تعداد قلم ها زیاد شده یقینا که پیسهش هم زیاد میشه. در این صورت این تناسب یک تناسب مستقیم گفته میشه. وقتی که تناسب مستقیم است جزء مجهول چه قسم پیدا میکنین؟ x مساوی به مقابل x در طرفین تناسب 12 ای در مخرج و بالمقابل 60 ضرب 180. 1 12 12 5 12 60. اگر زورتون رسید اما تو به 12، اگر نرسید به 6 اختصار کنید. به 12 نتونستیم به 6. 2 6 12 10 6 60. باز به 2 1 2 2 5 2 10. 5 ضرب 180 5 0 0 5 8 40 حاصل بر 4 5 1 5 5 و 4 9 940 روپیه. ببینین وقتی که تعداد قلم زیاد شد و یقینا که پیسهش هم زیاد شد 940. این تناسب یک تناسب مستقیم است. اگر کاهش پیدا بکنه همچنان میتونیم داشته باشیم. یک مثال، مثلا قیمت 25 قرص نان 25 قرصش مساوی شده با 500 افغانی. پولش 500 افغانی شده. حالا قیمت میخواییم که بگوییم با 240 افغانی چند تا نان میشه. عبارت تکرار میکنم: 25 دانه نان با 500 روپیه میخریم. با 240 افغانی چند تا نان خریده میشه. ببینید یک تناسب مستقیم است. آیا بچین پیسه زیاد شده یا کم شده؟ پیسه کم شده. یقینا دیگه توقع نکنید که تعداد نان زیاد شود. تعداد نان هم کم میشه. یک دانه نان 10 روپیه، دو تاش 20 روپیه، سه تاش 30 روپیه. هر چقدر تعداد نان زیاد شد پیسه زیاد میشه. تعداد نان کم شد پیسهش کم میشه. کاملا واضح است. با حافظه خود درک کرده میتونید. موضوع بسیار ساده است. وقتی که پیسه از 500 به 240 کم شد یقینا که تعداد نان نیست کم میشه. با کم شدن یک کمیت دیگه هم کم شد. در این صورت میتونیم که جزء مجهول ات پیدا کنیم. x مساوی میشه به مقابل x 500 در مخرج بالمقابل 25 ضرب 240. متوجه هستین؟ یک صفر به صفر خلاص. یعنی چی؟ به 10 اختصار شد. با 25 1 25 25 2 25 50. اگر زورت نرسید با 5 اختصار کن. اگر زورت رسید اون بالاتر اختصار کن. چیز مشکل نداره. در صورت مانده 24 در مخرج مانده 2 24 2 هم قابل اختصار است. 1 2 2 1 2 2 2 2 4. نتیجه مساوی به 12. پس ببینین با 25 تا نان 500 روپیه، 12 تا نان 240 روپیه. وقتی که پیسه کم شد تعداد نان هم از 25 تا به 12 تا کم شد. پس تناسب یک تناسب مستقیم گفته میشه. جان پدر تناسب زمان مستقیم گفته میشه که با افزایش یک کمیت دیگه هم افزایش پیدا کنه و یا با کم شدن یک کمیت دیگه هم کم شود. در این صورت این تناسب یک تناسب مستقیم میگه. انشاءالله معنای تناسب مستقیم به این 2 سال خوب دقت درک کردین. لطفا یادداشت کنین که من برم بالای تناسب معکوس.
شاگردای عزیز شروع میکنم. دوم تناسب معکوس. گفتیم تناسب بر دو نوع است، تناسب مستقیم و تناسب معکوس. حال نوبت به تناسب معکوس رسیده. اگر رابطه بین دو کمیت طوری باشه که با زیاد شدن یک کمیت دیگه کم شوه، یا با کم شدن یک کمیت دیگه زیاد شوه، این تناسب یک تناسب معکوس است. مثلا به این مثالک دقت کنین. اگر 20 نفر کارگر 20 نفر باشه، 20 نفر و یک کار در ظرف 10 روز تمام بکنه، در این صورت 8 نفر کارگر امی کار در چند روز انجام خواهد داد. به متن موضوع دقت کنیم. 20 نفر کارگر داریم، یک کار یک تعمیر در 10 روز خلاص میکنن. اگر عوض 20 نفر کارگر 8 نفر کارگر داشته باشیم، امی کار در چند روز تمام خواهد کرد. این حال کمه که فکرتان به جای بسازین. ببینید تعداد کارگر زیاد شده یا کم شده؟ یقینا که تعداد کارگر کم شده. پس روز روز زیاد کار داره، پس در این صورت تعداد روز کار زیاد میشه. این اینجاست که تناسب معکوس میشه. باز کم شدن یک کمیت دیگه زیاد میشه، تناسب معکوس است. چطور میتونیم که این تناسب معکوس پیدا کنیم؟ خیلی این صورت یک تکنیکه که ساده دیگر به کار ببرین، بعد از اون ممکن است که حل پیدا کنین. بچیم اگه معکوس یک بار دیگه معکوس کنیم سر راسته نمیشه. یک شیء که معکوس باشه، فرضاً اینی قلم، دقت کنین، در این حالت راسته است، در این حالت معکوس است. اگه نمی معکوسه یک بار دیگه معکوس کنم پس سر راسته نمیشه؟ یقینا که میشه. معکوسه یک بار دیگه معکوس کنین میشه سر راسته. خیبنان اگر در تناسب معکوس گیر ماندین، تناسب معکوس کنین، تناسب مستقیم میشه. یعنی چی؟ یعنی ای که 20 بر 8 خودش امی جزء مجهوله عوض 10 بر x شون تناسب معکوس است. یک بار دیگه معکوسش کنین x بر 10 تناسب به تناسب مستقیم تبدیل میشه. حال راه حل پیدا میشه. اگه به این شکل بگیریم مثل تناسب مستقیم، سوال ما غلط میشه. خیلی در نتیجه x مساوی میشه به مقابل x 8 در مخرج و بالمقابل 20 ضرب 10 با 4 اختصار 2 4 8 5 4 20 1 2 2 5 2 10 5 5 25 25 روز به کار است که همین کار 8 نفر انجام بده. اگر اشتباه کنیم، راستن نشته کنیم 20 بر 8 مساوی به 10 بر x، حال دقت کنیم چی اشتباه رخ میده. x مساوی میشه به مقابل x 20 در مخرج بالمقابل 8 ضرب 10 1 0 به 0 خلاص 1 2 2 4 2 8 نتیجه 4. اوهو چقدر خوبش. 20 نفر در 10 روز کار خلاص کرد، 8 نفر شد در 4 روز. یقینا که اشتباه کردیم. چرا؟ درک نکردم که تناسب مستقیم است یا معکوس. چون دیدم که تناسب معکوس است، اینی جزء مجهوله، یک بار دیگه معکوس کردم به مستقیم تبدیل شد و جوابی که به دست آوردم درست است. این نوع تناسب یک تناسب معکوس گفته میشه. لطفاً به یک مثال که دیگه هم دقت کنین، یقینا که بیخی درست یاد میگیرین. مثال دوم، این مثال اول بود. مثال دوم، موتر به سرعت 60 کیلومتر در ساعت فاصله بین دو شاره در 4 ساعت طی میکنه. سرعت موتر 60 کیلومتر در فی ساعت است. یک فاصله را در مدت زمان 4 ساعت طی میکنه. اگر سرعت موتر به 100 برسانیم، به 100 کیلومتر در ساعت، یعنی اکسلراتور بتیم سرعت زیاد شود، امی در چی مدت زمان امی فاصله بین دو شهر طی خواهد کرد؟ متن توجه کنین. سرعت 60 کیلومتر موتر سرعت داره، در 4 ساعت فاصله بین دو شهر طی میکنه. اگر سرعت از 60 به 100 بسازیم در چند ساعت؟ دقت کنین. سرعت زیاد شده به چیم یا کم؟ یقینا کلتون میگین که سرعت زیاد شده. سرعت که زیاد شد، موتر زود میرسه یا دیر؟ کلتون میگین که زود میرسه. خیلی وقت کمتر به کار میشه. وقت کمتر. ببینین باز تشخیص کردیم. با زیاد شدن یک کمیت دیگه کم شد. این تناسب یک تناسب معکوس است. خیلی که معکوس است چه قسم حل کنیم؟ معکوس میسازیم مستقیم میشه. یعنی 60 بر 100 خودش طرف معلوم غرض نگیرین. 60 بر 100 خودش طرف مجهول معکوس کنین، عوض 4 بر x بر 4 این حال به مستقیم تبدیل شد. در این صورت میتونم که
جزء مجهول پیدا کنم x مساوی به این تکنیکه که براتون یاد دادم. مقابل از این در وسطین چند است؟ 100 در مخرج. بالمقابل 60 ضرب 4 60 ضرب 4 در نتیجه x مساوی میشه به 1 0 به 0 خلاص، با 2 اختصار 2 2 4 5 2 10 چیزی که باقی مون 6 2 12 6 مون 2 6 2 12 تقسیم بر 5 12 رو تقسیم 5 کنین 2.4 ساعت به کار داره که موتر امی فاصله رو طی بکنه. ببینین سرعت 60 بود در 4 ساعت، وقتی سرعت 100 شد زمان کم مصرف شد. چقدر زمان کار شد؟ 2.4 ساعت. 2 ساعت یکی و 4 دهم یک ساعت به کار است که موتر به جایداد خود برسه. پس این تناسب یک تناسب معکوس گفته میشه جان پدر، که با کم شدن یک کمیت دیگه زیاد میشه، با کم شدن یک کمیت دیگه زیاد و با زیاد شدن یک کمیت دیگه کم میشه. این تناسب یک تناسب معکوس گفته میشه. انشالله موضوع رو درک کرده باشین، لطفا یادداشت بکنین. خب شاگردای عزیز، امروز راجع به انواع تناسب براتون صحبت کردم. تناسب مستقیم گفتم، تناسب معکوس براتون یاد کردم، دریافت جزء مجهول در تناسب براتون کار کردم. درس امروز به همینجا ختم میشه. تا درس آینده شما را به خدای بزرگ و مهربان سپردیم. روز شب خوش داشته باشین. تا درس آینده خداوند نگهدارتان. الله حافظ.